به خدا پیغمبرم اگر باشی تند برخورد کنی، خشن برخورد کنی، همه یارانت، همه ملت تو رو ول می‌کنه. آقایی که میخوای نمایندگی از حکومت اسلامی بکنی و میخوای اوامر خدا تو جامعه اجرا کنی، مثل ابراهیم کن. با رعیت و ملت نرم باش، نرم باش، آروم باش. چه خبره؟ اول نرم و آروم، بعد فضای مشورتی. حکام ما تا به حال آمدن از ملتشون یه همه پرسی، یه مشوره، یه فضای آزاد برای تبادل و تضارب آرا داشته باشن و مشوره کنن و به ملتشون ثابت کنن که رأی شما، نظر شما برای ما ارزشمنده، شما از مایید و ما خادم شماییم. فضای مشورتی این ایجاد میکنه. اما اگه تحکمی به بچهش میگه خدا گفته من تو رو سر ببر، این حرفام حالیم نیست، منم ابراهیمم، بلند چلا کاری که امروز ما داریم میکنیم. ابراهیم نگران امر